به پایان دوستان عزیز نثار شما باشد. این لحظه با همون سیاحتی که داریم و با گوشه و کنارهای وطن عزیزمون تاجیکستان نازنین سفر میکنیم و میخواهیم موضوعهای سیاحی آن رو معرفی کنیم. این نوبت تصمیم گرفتیم که در داخل همین دوشنبه از یک باغ فرهنگی و فراغتی به نام استاد صدرالدین عینی که در دست ما قرار دارد یک نوار ثبت کنیم. واقعا جالب است چون جایهای سیاحی، منطقه‌های سیاحی در داخل شهر دوشنبه نیز موجود هستند که یکی از همون باغ‌ها باغی به نام استاد صدرالدین عینی میباشد. مهمترین نقطه همین است دوستان عزیز که چرا محض باغ مذکور به نام استاد صدرالدین عینی گذاشته شده است و برای گرفتن جواب به این سوال و همزمان یک تماشای افسانوی داشتن از باغی به نام استاد صدرالدین عینی حالا وارد باغ میشویم و یک سیر خود را خوب دوام میدهیم. دوستان عزیز در باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد صدرالدین عینی همزمان گوشه های علاهیده تشکیل کرده شده است برای کودکان و نورسان. مثلا همین جایی را که حالا ما قرار داریم عنوان دارد دنیای افسانه. در اینجا اساسا در وقت‌های مثلا معین کودکان میآیند و به همون بازی‌هایی که معین شده است برای آنها مشغول میشوند. و باز در یک گوشه دیگر همون گوشه آرایشی است که هیکل‌های حیوان‌های گوناگون گذاشته شده است. این هم واقعا جالب است و شما میتوانید اونجا دینازورها هستند، حتی دیگر نوع‌های حیوانات هستند که یعنی برای کودکان واقعا هم جالب است. یعنی این گوشه دنیای افسانه عنوان دارد. در پریشان روزگاری گر رود عینی ز دهر جمع بنشینید و یاد از روزگار من برید. دوستان عزیز باغ فرهنگی فراغتی به نام استاد صدرالدین عینی از جمله همون جای‌های میباشند که به خاطر بزرگداشت و یاد نمودن خب استاد صدرالدین عینی نامگذاری گردیده است به نام ایشان. و واقعا سوالی که فکر همگی را بند میکند و باید جواب هر یک تاجیک و تاجیکستانی به آن جواب داشته باشد همین است که صدرالدین عینی کی بود که امروز در شهر دوشنبه در جمهوری تاجیکستان به نام او ناحیه گذاشته شده است. یک باغ فرهنگی فراغتی علاهیده که حدود 17 هکتار را فرا میگیرد به نام او نامگذاری شده است. خب سبب در چیست که به نام ایشان همین باغ گذاشته شده است؟ دوستان عزیز سبب اصلی در این است که عینی نه تنها یک ادبیات شناس یا اینکه یک ادیب بود بلکه در برابر این یک شخصیت بزرگ و فرهنگی و فرهیخته و همزمان یک سیاستمداری بود که برای تشکیل نمودن تاجیکستان، برای زنده کردن نام تاجیک و تاجیکستانی سهمی بسیار بارز و ارزنده گذاشته است. همین را به نوبت گرفته حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر یادبود این ابرمرد، این فرزانه فرزند ملت تاجیک در ردیف یک ناحیه و در ردیف تئاتر و این چیزها همزمان یک باغ را به نام ایشان گذاشته است. و چرا محض ما در همینجا نشسته ایم و از نزد مرقدی که با یک شعر اینجا خوب نوشته شده است یادآور شدیم، از آن گواهی می‌دهد که در اینجا یعنی مرقد خود استاد صدرالدین عینی قرار دارد. یعنی اینجا واقعا هم مقام و مرتبه تاریخی را دارست و یعنی میتوانیم یک گلگشت یا اینکه یک بستانسرای صرف مخصوص صدرالدین عینی عنوان دهیم باغی به نام استاد صدرالدین عینی را. با نوشته ها و نگاشته هایش عینی ادبیات معاصر ملت تاجیک را آغاز بخشیده است. واقعا از یادداشت های او سر کرده که 5 قسم را در بر میگیرد با تاریخ انقلاب بخارا. همزمان در ردیف این باز 10 کتاب دیگر دارد عینی که چهره بزرگ فرهنگی و ادبی او را برای ملت تاجیک خوب نمایش میدهد. سبب زیارت کردن و تشریف آوردن به این
мавзее ки ёд мегардад ба номи ин абармарди бузурги миллати тоҷик дар он аст ки бузургонро ҳамеша бояд ёд намуд ва ба зиёрати эшон ҳамеша бояд омад то ин ки барои пешрафти як миллат бояд ба шахсиятҳои бузурги таърихӣ арҷ гузошта шавад. ёди устод Айнӣ гиромӣ боду ба хайр.